خوبش روش نمیدونی گذاشت کردن این جنوب بعد درست این جنوب میخوای با هم بزنیمش خیلی راحت ولی ما این سوالات میشه اهمیت نمیدیم بزن بریم خب اول میتونیم اینو اینطوری خب در واقع قسمتی واسه داریم میایم پایین اول چیزی داریم اینم بعدش میایم قسمت اوجو چی همین میایم قسمت اوجو تاش قسمت اوجو میایم همون اندستون رو بریم داریم بعد از که تماشا میایم توی قسمت اوجو میایم توی قسمت از اینا بچه‌ها اینو بریم دارید خب همین که نقاش کنار شو خب اینو بریم دارید بعد از برداشتید میایم تو میایم چیکار کنید اول من میچینم تو کارو قشنگ به شما توضیح میدم ببینید خب اینجا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 خب بعد از اینکه این تچ بگو روی بیشتر شد بزن اینجا شد اینجوری کنم بست خب بذار گروهش رو بکنم خب الان درست شد بچه باشید حالا میایم توی قسمت همون گلولیایی که میگم میذاریم روی اسکاچ میایم اینو برمی‌دارید بعد که برداشتید میایم وسط قرار میدید خب باشه اندستون رو میچینید خب بعد که چیدید حالا هدف برای باشه اینو مثلا اوجوی اونها این اوجو هستن که اجدها رو سیف میدن خب حالا میگیم که امر چیکار کنیم کلش رو مثلا میایم تو قسمت تحت میایم پایین یه گزینه کجاست گزینه آیتم کو بزنم پیداش میکنم فراموشی گرفتم من گفتم آیتم کو باز خودم نمیبینمش پیداش کردم کاندویت خب اینجوری میذارید اینجوری میذارید اینجوری و اینجوری اما خودتون که امر اما این اند ما خالی چه اند مسایی شد خب برای اون بشه دارم یه چیکار کنم اینجا میاد قسمت اوردور چی میشه از این طرف رو برمی‌دارید خب از این طرف رو برمی‌دارید بعدش میاد تو این قسمت کارپت باید برداریم کارپت پیدا کن واقعا این چه وضعشه یه کارپت نمیتونم پیدا کنم خب کارپت بنفش بردارید بعد از اینکه برداشتید بیاید از این فنسا مال ندر فنسا بردارید اینا بذارید دوباره روش یکی بذارید خب بعدش اینم بکنید نه اینو نکردم هنوز میگم خب میاد اینو وسطش میذارید بعدش میاد تو این قسمت میذارید جاش میاد تو این قسمت چیکار می‌کنید میاد قسمت اوجو میاد اینجا میاد اینو این بلاکو بندید خب حالا فهمیدید چه بکنید حالا خوشش سیاه برده بعدش میاد قسمت تخت میاد چند قسمت چند اند دراگون بندید این کلاش میذاریم اینجا بعدش اون بشو اینجوری میذاریم برعکسش باشید ای بابا حالا فرق بشه برعکس این بذارید یعنی اینجوری بجنبونش مثلا شده بعدش طرف دور بذارید که بالشون بشه حالا خودتون که امر اینجا بذارید خب اشکال نداره روشم کارپت میذاریم هیچ مشکلی نیست که جلوی انبر بگیره خب اینا بکنم خب اینم از مینی ندر مبلش مینی اند ما اینا بخاطر اینو می‌خواید بکنید خب اینجاش پورتال که به سمت اوورورلد میرید اینا هم چیزی که اجدها رو سیو میدن خیلی ساده و آسون بود فقط با 5 در 5 بسازید که همچین اند بسیار نازی بگیرید حتما ویدیو لایک کنید بعد می‌خوام چیزی که براتون